بچه‌های عزیز، درسی نوبتیمون را از روی کتاب الفبا آغاز می‌نماییم. بیایید حرف‌های گذشته‌مون را تکرار نماییم. او، س، خ، ا، ل، ا، ش، ر، او، ن، م، ز. این حرفی ای است. ای کلان، ای خورد. حرفی ای حرفی صداناک است. حرفی ای در اول، مابین و آخر کلمه ها آمده می تواند. حرف ای در اول کلمه های زیرین آمده می تواند. علم، تاج سری همه هنر هاست علم. قلف کشای همه در هاست علم. امارت، انسان، امضا، ایز. کنون بیایید کلمه های زیرین رو می خونیم. او، ای، او، ای، نه، نه، نه. او، ای، نه، آینه. ز، ای، زی، نه، نه. زی، نه، زینه. ز، ز، می، می، زمی، ر، ر، زمی، ر. اینه، این، نه، نه. سی، سیم، سیم، نه، سیم. می، میز، میز. می، میز، میز. نه، نه. سی، سیم، سیم، نه، سیم. نه، نه. آنه، آنه. زی، زین، زین. اکنون جمله رو با پورگی میخونیم. نسیم، آنه، زین. ز، ز، می، می، زمی، ر، ر، زمی، ر. این، این. می، میز، میز. زمیره، این میز. میز، میز. از، ز، می، ره. ز، می، ره. میز، از، ز، می، ره. بیایید به نوشتی حرفی ای نظر می اندازیم. در اینجا طرز نوشتی حرفی ای نشان داده شده در کتابی ما. پیوست شوی ای کلان با ای خورد نیز نشان داده شده است. حرفی ای رو در تخته صنف می نویسیم. ای کلان. اکنون ای خورد رو می نویسیم. این ای خورد است. باید خواندن رو دوام می دهیم. می، می. س، سی. ل، لی. م،
م ل ل س س خ خی خیر خیرس خیرس سال سال عسل شیرین رین رین شیرین خا خانه نه خانه نه سیم سیم نسیم ما شین ماشین ایز خور زیری نظر می اندازیم. رسمی چیست؟ رسمی ماشین. زیر این رسم خانچه ها جا دارند. ما از روی همین خانچه ها می فهمیم که در کلمه ماشین چند حرف باید باشد؟ 1 2 3 4 5 حرف باید باشد و البته در هجای دوم حرفی ای وجود دارد. ماشین 5 حرف دارد. کلمه ماشین رو می نویسیم ماشین. کلمه زمین رو می نویسیم زمین زمین. بیایید کلمه میز رو می نویسیم میز. بر رسم زیری نظر می اندازیم. در این رسم ما چی رو می بینیم؟ ما خیرس رو می بینیم. کلمه خیرس با حرفی خ نوشته می شود و البته در درون همین کلمه کدام حرف است؟ حرفی صدانوکی ای خیرس. بچه‌های شیرین با حرفای زیری نظر می اندازیم و می گوییم چرا در همین جا یک چند حرف فقط آورده شده است؟ یعنی که حرفی او، او، ای. چرا؟ دیگر حرفا اینجا نیستند؟ چرا با فکر شما چرا اینجا فقط همین حرفا آورده شدند؟ زیرا که این حرفای چی هستند بچه؟ حرفای صدانوک هستند. از این خاطر در کتاب ما حرفای صدانوک رو در یک گروهی مخصوص می نویسند. یعنی که حرفای صدانوک ما امروز فقط 5 تایش رو گذاشته ایم در همین جا آورده شدند. بیایید یک جای تلفظ میکنیم همین صدانوک ها رو. او، او، ای. آفرین. بیایید خواندن را دوام میدهیم. خیرس خیرس نه سیم نسیم آنا خیرس نسیم آنا خیرس این خانه ای خیرس
خیرس خیرس این خانه خیرس خیر خیرس خیرس عسل 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 خیر خور خیرس عسل خور عسل 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 شی شی ری رین رین شیرین عسل شیرین. در همینجا درسی امروزه ما به آخر رسید. نیکنام و سربلند باشه.